پس از چند روز بی‌نظمی‌ها در پایتخت هند شهر دهلی، مالکان تجارت خرد و میانه بار اول جرأت کردند به کوچه برآیند و زیانی رسیده را حساب کنند. پس از برخوردهای بی‌سابقه در 10 ساله اخیر میان مسلمانان و هندوان، شهر به مکان محاربه‌های خونین مانند شد. آفتابخان دوچرخه می‌فروخت، اکنون تجارتش نابود شده است. آنها همه چیز را از مغازه بیرون کشیدند، آتش زدند و چندی را هم دزدیدند. با وجود آنکه روز یکشنبه در کوچه ها نیروهای پلیس بیشتر حضور پیدا کردند، اما ساکنان همان خوف دارند از خانه هایشان بیرون شوند. ما 3 روز خوب نبودیم. ما میژه ته نکرده کودکان را پاسبانی کردیم. من نمیفهمم که چگونه این اتفاق رخ داد. کودکان بی‌طاقت شدند، میخوان از خانه برآیند، اما چگونه؟ ما مجبوریم در داخل خانه ها بمانیم. بی‌نظمی ها هفته قبل شروع شد و تا پنجشنبه ادامه کرد. گروه هندوان معترض مکتب محلی، شفاخانه و چند مسجد را آتش زدند. اعتراضگران به سوی یکدیگر سنگ هوا می‌دادند، ماشین ها را آتش زدند. با گفته مقامات انتظامی در مناقشه ها 33 نفر جان باختند. حدود 200 تن دیگر در شفاخانه ها با آسیب‌های گوناگون بستری اند. چنین واکنش پرشور را در جامعه تغییرات به قانون مهاجرت به بار آورد. بنابر تغییرات اخیر به پناهنده هایی که از پیروان دین‌های اساسی در جنوب و شرقی آسیا هستند شهروندی هند داده می شود، بجز از مسلمان ها. مسلمانان بومی اظهار می دارند که تغییرات نو اصل دنیویت دولت و خود کنستیتوسیون را ویران کرده است، چون آدمان را بنابر منسوبیت دینی جدا می کند.